دوستان گرامی باری آخر با ساعت خود نظر می اندازد نصرالله کبیرов و اجازت میدهد تا بازی شروع شود. بازی ضد هولبوک هم بسیار مهم خواهد بود. در این باره بعدتر میگویم. اینجا فرصت برای ضربه‌زنی پیدا نمیشود. تلاش‌های صلاح‌الدین ارگاشов بسیار عالی و نهایتاً ضربه زد و دروازه‌بان از او برطرف کردنی گزارشی از کنار چپ پرتوفت با جریمه‌گاه و ببینید که چی حالت به میان و از بکایتов طوره میبینید تو رو از دست میدهد. کای گوتسن در خط دروازه دسته باغچی است. اینجا حالتی که پیش برآمد گریتسنکا ببینید با چی آورده میرساند و حساب دوستان گرامی 1-0 به فایده دسته باغچی میشود. چی اشتباهی داخل بود از سوی چگونه او گل‌ها رو به دروازه‌اش سر داد. اینجا ببینید از موقع خود پیش میبراید اما خطا میکند. زود باید رفته جای خود رو میگرفت ولی با امیدی آنه که همدستایش این حالت رو برطرف میکنن او هم و طور ما میبینیم ضربه را سوی دروازه بود که این حالت رو برطرف کرد. کای گوتسن ضربه بعدی بازیگری دسته برقچی در این گونه موردها البته کوشش میکند تو داخل ناپذیری دروازه خود را نگاه دارد اما برای آنها پیدا کند. باز یک ارسال دیگر کای گوتسن این حالت رو برطرف کرد. ضربه نوبتی و حساب برابر 1-1 دوستان گرامی و طور ما و شما میبینیم 28 میلوانویچ نوشته میشود. میتوانید ببینید حالت رو. خب فرصت برای دسته باغچی باز هم پیدا می شود و امکانیت دوم چگونه به آنها میسر شده ایستاده است که به آسانی به دروازه حریف محمد جان میرحمدov ارسال توپ رو انجام داد. بعد از این ببینید کسی نیست که پیش راه جاویدان خوشوقتov رو بگیرد. آهسته او توپ رو روان میکند. مهران مدنی بله همین طور هم هست. فرصت پیدا شد و حساب 2-2 دوستان گرامی و ما و شما طور میبینیم بعد از استفاده بود. ان همین حالت کسی از اون مراقبت نمیکند او رو هیچ نتیجه نداد. باز یک پرتافت دیگر دروازه‌بان هنگام برآمدن از موقع خود با فوتبال بازی دسته پرتافتی توپ رو میبینیم. این حالت رو بازیگران باغچی برطرف کردند و تمام با همین صدای اشتکی داور بلند شد. تقریبا یک دقیقه دیگر بینندگان گرامی